قرن بهانه‌ات تجزیه ایران بود. گیرم که نیم قرن بهانه‌ات تجزیه ایران بود، با چشم و چراغ ایران کردستان چه می‌کنی؟ گیرم که همه اغتشاشگر خاک و عالمند، با شعار زن و زندگی مردان چه می‌کنی؟ ای حدادی بزن بزن روزشه. گیرم که همه اغتشاشگر خاک و عالمند، با شعار زن و زندگی مردان چه می‌کنی؟ گیرم همه را می‌کشید و قلع و قم می‌کنید، با اعتماد به نفس زنان و مادران چه می‌کنی؟ گیرم به هوای لبنان و سیبری دلت خوش است، با ندای قسطنطنیه و بیروت و کابلم چه می‌کنی؟ به هر سه این شهر تظاهرات زنها بود. گیرم همه را کشتی و سیر در خون شدی، اما با آن همه ایرانی برلین و تورنتو چه می‌کنی؟ گیرم ممالک بیدین غرب همه دشمن تو اند، با حرف دل زنان ترک و افغان چه می‌کنی؟ گیرم که توجهت را به برون خانه کشانده ای، با آن همه تنفر درون مرزها چه می‌کنی؟ گیرم که کرد را مفسد و فی الارض خوانده ای، با مفسدان کوچه های قم و اصفهان چه می‌کنی؟ گیرم که تو در غزه و کره شمالی پیامبری، گیرم که تو در غزه و کره شمالی پیامبری، با خشم جنوب و شمال کشورت چه می‌کنی؟ گیرم پسرت مثل خودت با ادب و با تقواست، با آن همه ملای بی‌هنر جمکران چه می‌کنی؟ گیرم دلت به ترمز سپاه و بسیجیانت خوش است، با سرعت نور توییت و تلگرام چه می‌کنی؟ گیرم که تو در ونزوئلا کاخ مجلل خریده ای، با خشم این همه ایرانی بی خانمان چه می‌کنی؟ انشاءالله که بهش نمیرسه و مردم میگیرنشون. گیرم که کربلا و نجف آشیانه توست، با شورش بغداد و موصل و بصره چه می‌کنی؟ گیرم به خیالت صدور انقلاب کرده ای، گیرم به خیالت صدور انقلاب کرده ای، با صدور انقلاب ژینا چه می‌کنی؟ گیرم که پایتخت را به بند می‌کشی و هیچ می‌دانی، گیرم که پایتخت را به بند می‌کشی و هیچ می‌دانی، با اتحاد کرد و بلوچ و عرب و آذری چه می‌کنی؟ برای سیدن